اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمدن به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد. اون کسانی که در پی تغییر هویت انقلاب برمی آیند معمولاً با پرچم رسمی و با تابلو نمیان جلو. اینجاست که این خطر تحریف امام به عنوان یک هشدار باید در گوش مسئولان کشور، صاحب نظران فکری انقلاب، شاگردان قدیمی امام، کسانی که علاقه به این راه دارند و عموم جوانان، فرزانگان، دانشگاهیان، حوزویان، این خطر باید به چشم همه اینها به عنوان یک هشدار تلقی بشود. اون راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود بازخوانی اصول امام است. امام یک اصولی دارد، یک مبانی دارد. اصول امام را در این بیانات می شود پیدا کرد. این اصول را، این خطوط را کنار هم که بگذاریم، یک شاکله ای از امام بزرگوار تشکیل خواهد